بله زیر خونه کلا آغله. خیلی باید خمشم خدایی نمیصرف. لیزه اینجا. منم الان پوتینمو نپوشیدم. پوتین داری میتونی بدی بالا؟ نه بابا اون یکی ها رفتم از همینجا دوربینم کنم توش. اگه چیزی میدیدم جا میخواییم بریم توشو ببینیم. صدا اومد. سقفش هم سالم هنوز. بچه شما صدا شنیدین؟ من انقدر کلاه سرمه صدا رو خیلی بد میشنم. ها؟ حس میکنم دورمون کردن. صدای حرف زدنشون قبل اینکه شروع کنیم ویدیو رو بگیریم بود. یه چند سری هم افتاد تو دوربین. یه طرف دیگه باید بریم. این تو چی بود؟ بسته است. اون ورش هم بسته است؟ آره. یه دوره همین صحبتی کنیم این میتینگی چیزی. چی؟ اینجا رفتم من. همه شبیه همه. ها؟ گیر افتادیم. اینو دیده بچه بودی؟ بوم بس. سنگه رو؟ آره. مثلا یه راه هست بریم اونور. من اینجا باید بیم. چیه؟ من این وسط باید بچه بیم. راهنماییمون کردن تای کوچه بوم بس گیرمون انداختن. بیا اینجا راه داره. الان خونه شامشون رو میفرستن. بیایید. الکی سایه نندازید بیایید. بیایید تا صحبت کنیم با هم. این ور اومدیم شما رو ببینیم. گوشامو تیز میکنم یه چیزایی میشنم. ببخشید تو اون چی بود؟ چه؟ بومبسته؟ آره. خب آره. شده این چیزا بازی ها میکنن. آره. چی بود اسمه؟ آره. اینجا بوم بسته. کی اومده این سنگا رو چیده رو هم اینجا رو بنبست کرده؟ نکنید دیگه. پشت سرمون الان این کار کردن؟ نه بود. ما الان خود این ورتر بریم تو بریم بیرون. همینی که اومدیم تو رو باید بریم. اگه بازم بوم بسته نباشه. نه دیگه سمت راستش بازه از همونجا اومدیم. تا اینجا رو فکر می‌کردیم بازه. اولش باز بود. من نگاه کردم لای دیوارا باز بود که گفتم بیاید آره. اینجا راه داره. بیایید بچه ها. بیایید. چه چیزی؟ ما مگه از همینجا نیومدیم؟ آره. این درخت بزرگی است دیگه. این خارا اینجا نبود. آقا جا. ما مگه از همینجا نیومدیم؟ چرا؟ این خارا اینجا نبود. فکر کنم نبود. مطمئنم نبود. کاظم اینجا رو بهم نشون داد گفت ناکن در نداره. آره. خار نبود جلوش.
دقیقا من صداتون کردم بیایید اینجا بچه اون ته ما از اونجا اومدیم. چی؟ اونجا اینجا اومدیم بالا این درخته من دیدمش. آره خب الان از اونجا اومدیم این برم که رفتیم. این چیه؟ چاهه؟ آقا من اصلا جلو پامو حواسم نیست. صدا چیه؟ شنیدی؟ آره عجب. کجا رو؟ شنیدی صدا رو؟ سه شبیه آخه صدای چیه؟ ببینی یه خود ما رو پرت کردن اون بر. آره اصلا جابجا شدیم یهو. اون به چه دردی میخوره اون سوراخه؟ اون پایین؟ هواکش بودن. هواکش؟ تنور روشن میکردن قدیمی. اونجا کوچه است؟ چیه؟ اون پشت کوچه است؟ اینجا اومدیم ما. اوه آه. اینجا آدم ها یه چیز اومدن کندن. راه نبود بریم؟ بیا این بریم. چیزی نیست. یعنی هیچ دهی نشده ما بریم. این جماعت گنجاب توش نرفته باشن. خب کدوم سمت رو میگی؟ بریم. صدا چیه؟ اصلا شبیه صدا گوسفند و اینا نیست. لای صدا گوسفنده صدا میاد گوش کن. یکی انگار داشت داد میزد. اون که هیچی نه. حالا دیگه نمیاد. همین الان چند ثانیه پیش لای صدا گوسفندی که این داشت. وری بریم. اون وری رفتیم این وری بریم. بریم نزدیک درخت اون پایین. دارن حرف میزنن میشنوی؟ چی بود؟ صدا سگا هم در اومد. یه چیزی سنگ انداختن. چی بود؟ من این ور نگاه میکنم که این ور دورمون نزنن. یه چیزی رد شد اون پشت. صدا پاش اومد. قشنگ یه چیزی افتاد صداش اومد. آره یعنی تق وجدانن صداش اومد. دنبالم کنن همینجا وای میستم.
از اون ور خیلی صدا میاد. بچه چند وقت یه بار چک کنیم ببینین هنوز میکروفوناتون وصله به خودتون یا افتاده. چون نه من حواسم هست. محمد روشن. نه مال شما هست، منم هی نگاه میکنم مال خودم ببینم. شما حواسم به جلو پام هم نیست. اون پیرمرده که اذیت میکنه میگن اون همه جای یکیه. منطقه رو گفتن آره اون- پیرمرده است، هر کی به پستش بخوره بعد جو زجرش میده. بزغاله رو مثل که اینجا اون بزغال سفیده هم با هموناست دیگه. نه بزغال سفیده رو میخوایم بریم حالا. داستانشو میگی؟ بزغال سفیده همونیه که یه بار رفتیم صداهامون قطع میشد دیگه. آره آقا ما داستان بزغاله رفتیم. رو تعریف میکنی؟ آره یه روزی یه بنده خدایی با موتور داشته از یه جای رد میشد، مثلا یه مکان همینجوری که خراب شده مردمش گذاشتن رفتن، خب داشته رد میشده، بعد موتورش خراب میشه وای میسه که موتور درست کنه، میده یه دونه بزغاله سفید همینجوری داره اونجا از خودش میدوه این ور اون ور. اینم میگه خب صاحب نداره بریم بگیریمش دیگه. میره با هر زور و زحمتی هست بزغاله رو میگیره که ببردش دیگه. میگه یه چیزی کاسب شدم. آقا اینو میندازه رو دوشش اینجوری با دستاشو میگیره میذاره رو دوشش، داشته میرفته بزغاله برمیگره میگه منو کجا میبری؟ بچه این وقت خبری نیست. آره حرف میزنه. همه‌شون این تو هن. آره بریم اون تو. همه‌شون اون برن. آره بزغاله حرف میزنه میگه منو کجا میبری؟ بعد یارو احال میره بیهوش میشه، میفته. فرداش میان مردم پیداش میکنن و میبرنش، میگن آقا چی شد اینطوری شدی و فلان، جریان تعریف میکنن. 7-8 ماه بعدش هم میمیره. مثلا هر کی بزغاله رو میبینه میگیردش بعد میمیره. آره بزغاله اگه دیدیم من نمیگیرمش من در میرم. بگیریش نمیگیرم. فرار. یه دفعه میاد بزغاله وای میشه دیدین اینجا بگیم چی من کار اونوری برم. میکنی؟ جا؟ یه دفعه میاد جلو وای میشه اینجا چی کار میکنی؟ بچه بیه. اوی آره داریم مستند میگیریم. بعد ما 2 بار رفتیم اونجا ویدیو گرفتیم، هر سری صداهای میکروفونمون رو قطع، یعنی اصلا انگار میکروفون ها خاموشه صدا، بعد کلی هم باد میاد، از صدا دوربین هم نمیشه استفاده کرد. بچه اون پشتشو بیاید بریم اینجا. از اونجا اومدیم. بیاد بریم اون وسط. نه از این ور اومدیم دیگه ها. یادم نیست انقدر پیچیده تو هم. بریم وسط. اینجا که راه نداره که بسته. راه داره؟ بچه این سنگ چینه چیه؟ یه جایی سنگ چیدن خیلی بستن. مرتب منظمه. آره گردشو پیدا نکردی؟ نه اصلا من فکر کنم اینجا الان وسط یه جسیم که نهایت این درش نیست. برای چی اینجا رو اینجوری کردن؟ این بچه‌هایی که چیز میکنن بالا سنگ میزنن نمیدونم خاک میریزن روشون. آقا بگید ما هم بیایم ببینیم اونجا. آره بابا الکی همش مگه کشکه. هر لوکیشنی میرن یه اتفاقی میفته. باشه شما راست میگید. بابا ما هر پیشن میبینیم هم کشته داده هم خودمون چیز میز میبینیم هم بقیه دیدن وحشت ولی کردن. داشت ما تازه داریم ویدیو میسازیم، ما حداقل 10 سال این ور اون ور رفتیم چرخیدیم، این همه چیز میز دیدیم. ولی تو ویدیو نمیافته. نه اصلا این که تو بعد چی
مثلا تو 20 تا جا میری، یه جا شانسی مثلا یه چیزی خودشو بهت نشون میده، یه حرکتی میکنه. آقا یکی با سنگ میزنه بعد صدا اینا میکنن ولی به چشم نمیاد. بعد اینا هر لوکیشنی رو میرن، طرف میاد سنگ میزنه، اول بسم الله چشاش معلومه، نمیدونم. بعد صحیح و سالم هم از اونجا برمیگردن. بعد چیز میشه، بعد دوربینو میکارن زمین، یارو از پشت ظاهر میشه، نمیدونم سایه‌اش میفته. همون دو نفری هم که بودن 2 تا سایه همزمان میفته. آره خلاصه خیلی عجیبه. ما همه اینا رو 360 داریم میگیریم. جدا از این ویدیو وایدی که دارید میبینید. نه وجدانا لوکیشن بدید دیگه آقا. ها آره همه زوایای یه جاهایی ما حواسمون نیست. شما دیدین برای ما بنویسین تو کامنت. بچه اینجا چیزی نیستش، بیرون ده. اون چیه بچه؟ بچه اون چیه؟ یکی وایساده اونجا. آره چی اون؟ اوه چیزه، چی بهش میگن؟ این چوبایی که میزنن زمین. قشنگ فکر کنم یه نفر وایساده. آره. آقا بیاید یه سنگی پرت کنید برامون. کاش آسمون هم میتونستیم ببینیم. نمیدونم چقدرش بیفته. ولی جوش ترسناکه، خیلی ترسناکه. آره بابا شوخی مثلا نداره. صدا مدا اینا آدم میشنوه ولی اذیت کنن بزننشون رو تا حالا ندیدیم. دوربینو خاموش میکنی اتفاقای خیلی بیشتری میفته، اینم بگم. اصلا شما وقتی دوربینو خاموش میکنی برای خودت اتفاقای بیشتری میفته. دقیقاً. اول بسته است. دور تا دور؟ آره این وقت بسته است آدم داره. صداهای بیشتری میشنوی، سایه های بیشتری میبینی. لرزم شد. ولی فضاش خیلی سنگینه. اتفاقای عجیبی افتاده که مردمش ول کردن رفتن، چون دههای اینجا پایینتر همه خیلی دارن بزرگه بچه زندگی هر چی میکنن. میریم تموم نمیشه. پر از سنگای سیاه، پر از سنگچینای مختلف. یه سایه میبینی بالا دیوار رد میشه. بچه میبینی هر جا میریم برمیگردیم مسیر یه چیز دیگه میشه. آره مسیر آره عوض چیزای رو میشه. زمینش فرق میکنه دقیقا. انگار دیوارا رو میرن. اینجا رو یه بار اومدیم برداریم برمیگردیم. این سه تا درخت نبود. آقا من هر جوری فکر میکنم این دیوارا رو الان تو تصور کن بیاری بالاتر درستشون کنی، بازم مثل خونه نمیشه. همین. هر کاریش میکنی شبیه خونه نمیشه. ببین یه سری این همه سوراخ تو هم کوچیک. تو هم این سوراخ‌های کوچیک کوچیک ولی چی بوده؟ شبیه آلونک هستن. بعد چرا درها اینقدر همه پایینه؟ آره اصلا از هر اینا جا اینجا آدمیزاد زندگی میکرد. چرا اینقدر کوتاست اینا؟ ببین 3-4 جا من رفتم توی اتاقکا ما یه لحظه بغل دست یکی از اینا وایسا معلوم چه چقدر کوتاست. درا. آره بابا من تو 2-3 تاش رفتم سرم خورد به زانو. اینا ببین بچه چقدر کوتاست اینا. قشنگ تا زانو من ورودیا. دست شما در نکنه. جرمای شما. چی بود؟ میشنوی یه چیزی صدا میزنه؟ آره
از اون وره به نظرم. بابا انقدر سرد نمیتونم کلاهمو بردارم درست آره منم بشنوم. کلاه گذاشتم. آقا از صدا در آوردن بی خیال صدا در آوردن شید. بیاید یه خودتون رو فیس تو نشون فیس بدین. بشیم ما. بیاین بابا، بیاین بشینیم صحبت کنیم، یه عالمه حرف داریم، یه عالمه سوال جواب داریم. آقا از لحاظ سنگینی و اینا واقعا اینجا سنگین، تشعشعات خیلی عجیب غریبی داره. سر و صدا هم که به وفور هست، حالا بیفته تو بعد ویدیو. بچه‌ها خیلی جالبه، وسطش مثلا می‌بینی صدای گوسفندا میاد، کنار صدای گوسفنده یه صدای دیگه هم هست، آره نمیدونم میفته یا نه. مثل صدای ناله است. آره آخه یه همین یه دونه صداست، همون بوزه است باور کن. بوزه بابا. همون که پیرمرده پیچونده یه صداست فقط. بوزه تو یه ده دیگه است. حالا البته اینا به نزدیک هر، به اینجا. ببین اینا به هر شکلی بخوان میتونن در بیان. این چیزه ماشین معدنی ها. یه معدن با فاصله از اینجا هست، ماشینا خیلی بزرگه. اصلا همینجا برو بالا، بذار من برم راه پیدا کنم. واو اینجا چه این شکلی شد؟ ما اینجا رو باید بریم بالا تا برسیم به
واقعا ما خودمون هم نمیدونیم چه اتفاقی برامون بیفته. بچه‌ها این شاید الان مثلا یه جا رفتیم دورمون کردن زدنمون، نمیدونم چی به آره. سرمون بیاد. ما اینا رو داریم به جون می‌خریم صحبت دیگه. کنن. تمام این وضعیت رو داریم به جون می‌خریم. واقعا نمیدونیم الان میخوایم بریم اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته، بریم اینجا چه اتفاقی میخواد. دیدی یه چیزی؟ بیا سقف خونه رو نگاه کن. چیو؟ سقف خونه رو می‌بینی؟ از بغل دیدمش یه لحظه، وای گفتم یکی چسبیده اون بالا. خدایی نمیشه اینا رفت تو الان. من سردم هم هست. نه سرد نه جاش بده آخه. نه سردم اصلا نمیتونم دستمو بذارم زمین و اینا، وگرنه خیلی چیزه بالاش. نه پیپی کفتره. بچه آثار و علائمی از طلسم و اینا ندیدی؟ نه من ندیدم. البته غیر از این سنگ‌های عجیب غریبی که یه جاهایی روی می‌بینی اون که هیچ دره یه ربطی به چیزی دور و برش کشیدن. نداره. بچه روی چارچوب این دره یه چیزی هست، یعنی همین که گفتم دیدم اون. البته طلسم نمیشه گفت، ولی یه چیزی با زغال مغال انگار کشیدن. یه آره. نقاشی هم این ور اساسا گلدونه. من میتونم دوربینو از پنجره بدم تو، یعنی بدم تو که نه، اینجوری بیارم بالا کسی میخواد بذار منم ببینم این کارو میتونم بکنم. او نمیشه. یکم بلندش کنم. سرمایه لازم خوردم. اون راه هست بریم؟ این راه نیست. چی؟ میگم راه هست اونجا بریم؟ از اینجا یه راهی هست ولی چه خبره؟ یه سری کنج این چیزه اومد بیرون رفت تو امیدوارم که چیزی افتاده باشه بچه‌ها. کنج این دیواره. حالا نمیدونم افتاده تو دوربینه. کجا افتاد؟ آه؟ یه ساختمون‌ها از این سنگ سیاها ندارن. اون تو چیه بچه؟ کدوم؟ چشم گرفته اونجا رو. بریم.
بریم. بریم ما هم دنبال این چیزاییم دیگه، ببینیم چیزی میبینیم. ببخشید. بچه ها خیلی مرتبه، فکر کنم اینجا هستن. یا الله. یکی داره با ما. زیاد عقب نباش، صدای میکروفونت قطع میشه. اونور صدا پا می اومد، هرچی وایسادم نگاه کردم هیچی ندیدم. صدا فراوونه. اینجا درسته میری تو دالان، هر تو دالان باز میره توی دالان دیگه. آره همش تو در توه. حالا خیلی این تو در تو، این اصلا بگیم برای گوسفند، برای فلان، اینا بابا همه آدما فقط کجا زندگی میکردن؟ همین، همش شده برای گوسفند. طبقه بالا. یه دونشون داداش طبقه بالا داره، دو تاشون داره. باز همونایی هم که طبقه بالا داره در ورودیش کوچیکه. آره مواظب باش اینجا سیم هست بچه. از اون بقیه چی شد؟ اینجا پر چاهه، اینا چاهه یا معلن کندن؟ نه چاهن. تا الان من چند تا دیدم اینجوری سنگ گذاشتن. دو سه تا دیدم منم. این همه پس سنگ گذاشته بودن، در چاه سنگ گذاشته بودن. بس سنگاش یه شکل دیگه هست، اصلا همه سیاهه. آره این بچه اینا همه سیاهه. بچه تقریبا یه بلندی ساعت. در این اومدی. همون بودا. آره این همومشون بود، بچه ها. ولی من رفتم نگاه کردم خب. هیچی نیست، دو تا لوله است. خب یه فیلم میگیریم بچه ها ببینن. انقدر سرده حاضرم بخورم زمین ولی دستم از تو جیبم در نیاد. سیاه. مثلا اینجا سنگین تره. یکی داره اومد، یکی داره کنار من راه میاد. من قدم میزنم کنار خودم یکی رو میشنوم صداش داره راه میاد. چیزی نیفتاد کنار من؟ نیدم. کنار من انگار یه صدای پای دیگه هم میومد. نگاه مثلا 3 تا پا داشته باشم. گرفتی؟ همومش اون همومره ورودیش.
بعدم اون صدای میکروفونت نمیفته ها. اینجا بوده همون بچه. اینجا مثل اینکه جایی بوده که آب گرم میکردن. اون طرفم جایده بچه ها. فکر کنم یه جایی باید باشه که بریم توش. بچه این وره بیاد. آره عجب جاییه. درش بازه؟ آره اینم از حمامش. باله. آره پیش در پیچ. همون نمره بوده. چیه؟ نمره بوده. این دستش این سنگ توالت ها که هسته کره زمین معلوم شد. نمرش چیه؟ آره اینجاش همون نمره است. سه تا اینور نمره بوده. اینجاها هم یه چیزایی بوده ها، ولی خب دیگه نابود شده دیگه. ببین اینجا نوسازه ولی باز این دیگه فرار کردن. مثلا فکر کنم بر 40-50 ساله یا 60 ساله همومه، همچین تاریخیه. باز ببین کازم ها؟ ورودی همون ببین. آره من نمیفهمم اینا اینقدر قدشون کوتاه بوده. هر جا ما میخوایم رد شیم باید سرمون رو کج کنیم. تازه جایی که ورودی ها چیزه به جز این یه دونه خداییش. خب اردوان کجا؟ پشت این. اردی؟ بچه کجا رفتیم؟ ما رفتیم تو همون. رفتیم توی همون. آها خب من دیگه نرسیدم. تمامه، یه خداحافظی کنیم و بچه ها خیلی ممنون، متشکرم از حمایتتون. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. جاهای ترسناک رو به ما معرفی کنی. آره هر جا که فکر میکنید پتانسیل اینو داره که یه چیز ترسناکی از توش در بیاد یا یه چیزی دیده بشه و اینکه یه داستانی پشت اون لوکیشنتون باشه حتما به اون معرفی کنید. ما رو به دوستاتون معرفی کنی. ممنون از حمایتتون. ممنون مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدارتون.